نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها. 120 ثانیه این هفته رو آغاز میکنیم با تشکر از دوستان عزیزی که هنوز هم تبریکات نوروزیشون ادامه داره. انشاءالله که هر روزتون نوروز باشه. خیلی ممنونیم از دوستان گرامی پیک شادی، فریبرز ممتحن، ابوالفضل اخباری، حمزه آذرک، حسن هادی، علی جی اچ، سیمین و محمد عزیز. محمد از استرالیا عکسای فرستادی که خیلی خوب بودن، حتما به شکل مناسب اون استفاده خواهیم کرد. حسن از کرج، چقدر خوشحالمون کردی با ایمیل زیبات. امیدوارم که بتونیم شایستگی محبت تو و همه هموطنان عزیزمون رو کسب بکنیم. گفتنی زیاده ولی اجازه بده که به همین بسنده کنیم که ما هم در آرزوی تو شریکیم که در سال جدید دلها شاد و لبها خندون بشن و شادی پایدار مردم ایران با سرنگونی رژیم پلید آخوندی محقق بشه. همین آرزو رو محمد رضای عزیز با نوشته زیباش تکمیل کرده و نوشته بهار آمدنی نیست، آوردنی است. باورش کنیم و بیاوریمش. علیرضا افشارچی نامه مهمی رو که فرستاده بودی دریافت کردیم. خیلی ممنون بابت دقت و احساس مسئولیتت. مهرداد پایبر، طنزت خیلی خوب بود. امیدوارم که باز هم پیک شادی رو از ایده ها و کارهای خوب طنزت بهره مند بکنیم. حسن هادی ممنون بابت تصاویر قشنگی که فرستاده بودی. دوست گرامی رها، مطالبتون در مورد آخوند خاتمی بسیار دقیق و جالب بود. امیدوارم که باز هم مطالبتون رو برامون بفرستین که چه در پیک شادی و چه در سایر برنامه‌های سیمای آزادی بتونیم از اونها استفاده بکنیم. بهروز از ارومیه ممنون بابت کارت قشنگت و نکات جالبی که نوشته بودی. در مورد ملا حسنی هم به چشم، باز در فرصت‌های مناسب قطعات طنزی در مورد این نماینده رو دست مونده ولی فقیه تهیه خواهیم کرد. علیرضا از خوزستان، شعر طنز زیبات رسید. خواسته بودی که یک ترانه طنز باش تهیه بکنیم. حتما این کار رو خواهیم کرد.